کتاب مشهور و پرفروش ذهن نامحدود یا Limitless Mind یه جایی خیلی قشنگ نوشته بود که پدر و مادرها واسه بالا بردن اعتماد به نفس بچه‌ها مدام تلاش میکنن که اونها رو باهوش خطاب کنن. بچه‌م وقتی این حرفا رو میشنوه اولش با خودش میگه اوه چه عالی، من باهوشم. اما بعدتر که میره تو زندگی واقعی و میبینه شکست رو، میبینه شکست پشت شکست میاد و نشدن پشت نشدن ها صف کشیده، با ناکامی تمام این باور تو ذهنش میشکنه و با خودش میگه مثل این که من اونچنان آدم باهوشم نیستم ها. اینجاست که حس توانمندی و ارزشمندیش میره زیر سوال. از این جهت از لفظ باهوش برای بچه هاتون استفاده نکنید. به جاش به بچه ها یاد بدید اشتباهات باعث رشد مغز ما میشن و مسیر زندگی پر از اشتباهه. مهم اینه که از اشتباه کردن تو مسیر پیشرفت ها نترسی و جا نزنی. یه جا دیگه نوشته بود کلید اول یادگیری اینه که هر بار که چیزی یاد میگیریم مغز ما مسیرهای عصبی جدیدی رو میسازه. باور قدیمی میگه توانایی یادگیری ما محدوده، اما بررسی‌های جدید نشون میده که به لحاظ ساختار مغزی همه ما توی یه سفر رو به رشدیم. کلید دوم یادگیری هم اینه که بهترین زمان واسه رشد مغز وقتیه که در حال تقلا یا اشتباه کردنیم. استقبال کردن از این اشتباهات تو مسیر یادگیریه که اتصالات عصبی رو تقویت میکنه و باعث شکل‌گیری مدارهای جدید عصبی میشه. از این جهت شکست نخوردن تو زندگی غیر ممکنه مگر اینکه اونقدر محتاطانه زندگی کنیم که انگار اصلا زندگی نکردیم، که در اون صورت هم پیشاپیش باختیم. پس فرق بین آدم موفق و ناموفق تو شکست خوردن نیست، تو دفعات شکست خوردن و درس گرفتنه. یه جا دیگه هم خیلی قشنگ نوشته بود اگه تو دنیایی زندگی میکردیم که هیچ کس برچسب باهوش بودن نداشت، مطمئناً سوالات بیشتری از هم میپرسیدیم و بدون خجالت و تو اوج راحتی دغدغه هامون رو مطرح میکردیم. چرا که رفتن بررسی کردن و دیدن هر موقع آدم ها تو مسیر یه کاری دست و پا میزنن و مرتکب خطایی میشن، فعالیت های مغزیشون هم بالا میره. در مقابل وقتی کاری رو بدون خطا انجام میدن، شاهد کاهش فعالیت‌های مغزی اونها هستیم. از این جهت دانش جدید میگه واسه شکل‌گیری اتصالات عصبی و رشد مدارهای جدید مغزی جدیدم که شده، به جای بی‌نقص انجام دادن یک کار به پرچالش انجام دادن اما درس گرفتن از اون تجربه فکر کن، چون دومی بیشتر از اولی به یادت میمونه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. نظراتتون رو داخل کامنت ها با من و بقیه رفقا به اشتراک بگذارید. تو ویدیو بعد میبینمتون. موفق باشید.